مرکز مطبوعات وزارت کالای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک مناقشه خونین اویلوی که متاسفانه با کشتار انجام یافت خبر داد. به فرق از دفعه‌های قبلی که اساساً زنان قربان شوهران بجالشون می شدند، این دفعه زن شوهرش را با یک ضرب کارد به قفس سینه‌اش کشته است. بنا به اطلاع وزارت کالای داخلی، از ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، زن 34 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. بر اساس فرضیه مقامات، گمان برشونده شب 22 و 23 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه در خانه استقامتیشان با شوهرش جنگ و جنجال کرده، با کارد در دستش بوده شوهر 38 ساله‌اش را یک مرتبه به طرف چپ قفس سینه‌اش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر این حادثه در دست نیست. معلوم نیست که آیا چه باعث مناقشه مرگبار بین زن و شوهر شده است و آیا چه زن را به سخن یا رفتار شوهر زن را وادار کرده است که به دست کار بگیرد و به قفس شوهرش بزند و آن هم در ماه شریف رمضان. وزارت کالای داخلی گفت اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به جوانزن برای آدمکشی از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند، ولی معمولا دادگاه ها هنگام صدور حکمشان در حالت هیجان قرار داشتن افراد متهم به آدمکشی را نیز به حساب میگیرند.